و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، یک چیز دیگه فراموش کردیم که در این باب بگیم، در بابت صورت‌های بدعت. این همه خیلی مسئله مهم است که ما با صورت‌های بدعت بدونیم. صورت‌های بدعت، ما همین حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله چی فایده میگیریم که فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. درست است؟ فرمود که کسی که به وجود بیاره در امر ایمان طریقه و شریعت ما. ببین دوستان، الله شاید صحبت من در کسی سخت برسد، نه که به خاطر شریعت و به خاطر دین الله ما برادر عزیز ما را تحمل بکنیم. یکدیگر رو به خاطر الله دوست بدارین، یکدیگر رو به خاطر الله دوست بدارین. وقتی که یک برادر ما در یک باب نصیحت میکند، اولی که برادر به طریقه درست نصیحت بکند، در همین بدعت، در همین دعوت هم بدعت به وجود نآورد، یعنی طریقه برخورد نکند که برای برادر. چون که دوستان الله میبینیم که اکثر ما از لحاظ اهل از علم، اکثر برادرای ما و شما مسلمین تاجیکستان ضعیف هستند، اکثرمون ضعیف هستند. یک چیز انجام میدن بیچاره دوست می‌دارد، سخن الله و رسول دوست می‌دارد، اما با یک طریقه برادران بفهمونیم که متوجه بشن. چون که اصل برادر عزیز، ما یک برادر وقتی که یک کار من میکنیم، یک چیز میرسونیمش، اصل مقصد مون چی است؟ مقصد مون این است که همین برادر بر بگرده، یعنی اصل مطلوب و مقصد ما این است که همین برادر این کار به این طریقه درست برود. اما ما مقصد خودمون توجه نمیکنیم، بلکه یک طور میگیم که او شخص اصلا قبول نمیکند، او شخص اصلا از ما دور میشود. پس این طریقه و روشی و منهج دعوت نیست، اسلوب دعوت این طریقه نیست. ما خواهیم دوستان الله یکدیگر را به خاطر الله دوست بداریم و هر آنچه که از طرف شریعت آمد، از طرف رسول صلی الله علیه و آله از حدیث پیامبر آمده، بگیم سمعنا و اطعنا، ولو اینکه او سخن، ولو اینکه او فکری که قبلا داشتم خلاف یک کسی بود، که خلاف سخن یک شخصی بود که من همیشه از او اتباع میکردم، سخنانش گوش میکردم، یا اینکه خلاف یک کسی بود که بگیم اهل با تقوا بود، فلان بود، فلان دیگر بود، ولی انسان خطا میکند، اشتباه از انسان سر میزند. به این خاطر قول مؤمنین در سوره مؤمنون، در سوره نور الله سبحانه و تعالی میگه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا واطعنا. سبحان الله، سبحان الله. قول مؤمنین، صفات مؤمنین الله سبحانه و تعالی ذکر میکرد که صفات مؤمنین همین است که وقتی که برای اونها دعوت داده شوند، اونها را خوانده شوند که بیایید تا اینکه در حال شما حکم میکند الله و رسول. الان که رسول صلی الله علیه و آله که حدیث است، قول مؤمنین این سخن مؤمنین چی است؟ سمعنا و اطعنا. سمعنا و اطعنا، میگه شنیدیم و اطاعت کردیم. بخلاف بنی اسرائیل گفتن سمعنا و عصینا، گفتن الله براشون مشکلات آورد، سمعنا و عصینا شنیدیم و نافرمانی کردیم گفتن. اما همچنین در مورد منافقین در همین آیت، پیش از این آیت الله سبحانه و تعالی نتیجه همین اتباع از پیامبر صلی الله علیه و آله چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. این طایفه افرادی هستند نجات یافتگان هستند، این طایفه اهلی رستگار هستند. بعد پیش از این آیت قول و صفات منافقین میگه که وقتی که اونها را دعوت بشه به سوی کتاب الله و رسول، اونها چه میکنن؟ اگر موافق اون فکر و موافق و طریقه و حق خودشون باشد، چه میکنن؟ میان اتباع میکنن، میان به سوی رجوع میکنن به سوی گفته الله و رسول، با فکر خودشون باشد، با حواس خودشون درست باشد، طوری بگیرد. اما اگر خلافی باشد چه میکنن؟ سمعنا و اطعنا میگن، اتفاق نمیکنن، بلکه اتباع نمیکنن، بلکه روگردانی میکنن، اعراض میکنن. این نشانه های منافق، صفات منافق ذکر کرد. اما در اینجا موافق فکر خودشون باشه. همین شبکه‌ها رو نگاه میکنید، تلویزیون، بعضی تلویزیون‌های فرعونی، رسانه‌های فرعونی هستند، چیزی که موافق خودشون باشه، موافق منهج دعوت خودشون باشد، او را میارن، او را بیان میکنن که دین خلی گفته است، رسول خلی گفته است، فلان میکنن، تا اینکه همون دعوت همون رکلامشون پیش بره. اما آنچه که اصل که خودش خلاف شریعت کار کرده است، وقتی که او را برسونش او را قبول نمیکنه، بلکه خلافی راه و روش و خلافی چیز خودش است. اما صفات مؤمنین نیست. صفات مؤمنین ولو این که این کار 100 سال انجام نیست، 50 سال انجام نیست، ولو این که کار پدرش میکنه کاریست است، ولی که وقت قول الله و رسول میاد، الله چی میگه در سوره مؤمنون، در سوره نور که ان یقول سمعنا و اطعنا، میگه شنیدیم و اطاعت کردیم. ثمرات از اتباع رسول صلی الله علیه و آله چی است؟ قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. و همچنین میگه که اگر شما اتباع کردید پیامبر صلی الله علیه و آله را، اگر اتباع کردید شما چه میکنید؟ هدایت میشید. ثمرات و نتیجه اتباع از رسول صلی الله علیه و سلم، ثمرات چی است؟ نتیجه چی است؟ نتیجه هدایت است. انسان نمیفهمه وقتی که انجام میده گفته های الله و رسول انجام میده، میرا خیلی به الله نزدیک میشود، به الله نزدیک میشود، محبوب الله میگردد. پس دوستان الله، صورت‌های بدعت باید ما بدانیم. صورت‌های بدعت چی هستند که ما از این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله فایده را میگیریم، که این فایده ها از این حدیث پیامبر بیرون میشوند که من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. پس از این معلوم شد که چیزی که اگر غیر به طریق رسول الله باشد، یک فایده شون است که او مردود است،
او چی است؟ او مردود است. او مردود است. مردود یعنی مورد قبول نیست. دوم که صورت‌های طریقه‌های بدعت چگونه هستند و به کدام صورت‌ها هستند که 6 طریق است که اینها صورت‌های بدعت هستند. یکی بدعت در سبب می شود، بدعت در جنس می شود، بدعت در قدر و اندازه می شود، بدعت در کیفیت و طریقه می شود، بدعت در زمانش می شود، بدعت در مکان می شود. این 6 اموری هستند که اینها بدعت هستند که باید را بدانیم. قبلا نمی‌دونستیم، باید اینها را بدانیم. بدعت در سبب، مثلا یک شخص یک چیز را چیکار میکند؟ انجام میدهد و او کار و یک او عمل سبب قرار میدهد و همون عبادت به همون راست انجام میدهد. مثال برای فهمیدن، یک شخص وقتی خانه داخل میشود، هر وقتی که داخل خانه میشود 2 رکعت نماز میخواند. این بدعت است. به خاطر چی؟ به خاطر که همین درآمد در خانه را سبب قرار داد. این سبب غیر شرعی پیامبر صلی الله علیه و آله است، غیر گفته الله و رسول است، در حالی که طریقه این که انسان داخل بشه در نماز خانه در مسجد است. مسجد اسباب چه است؟ اسباب خواندن تحیات مسجد است. مسجد خودش، دخول مسجد سببی چه است؟ سبب خواندن رکعت تحیات المسجد است. رکعت تحیات المسجد است. اما شخص آمد همین سبب در دیگه جا انجام گرفت، آمد همین داخل شدن در خانه را سبب قرار داد و هر وقتی که داخل بشه و نماز بخونه این طریقه شو کرده، این طریق چه است؟ این سبب بدعی است. این باید بفهمیم. دوم در جنسیت، گفتیم 6 صورت است. دومش در جنسیت است. یعنی چی؟ یعنی جنسی که شریعت او را بگه مشروع قرار داده نیست، این یا مشروعش قرار میدهد، این بدعت میشه. به طور مثلا شخص در عید قربان میاد چیکار میکند؟ اسب قربانی میکند. این جنس، همین جنسی اسب چه است؟ بدعت است. این طریقش قبول نیست، قربانیش قبول نیست. بله درست هست که یک شخص به عنوان صدقه و خیرات اسب ذبح کرد و ذبح کرد و کش و به فقرا و دیگر صدقه کرد، نه به عنوان عید قربان بلکه به عنوان صدقات و خیرات. این درست است، این جایز است. ولی همین جنسیت در عید قربان گرفت به همین قربانی که قربانیش قبول نیست. یعنی قربانی از چی میشه؟ قربانی از گاو میشه و از شتر میشه و از گوسفند میشه و همینها جفت هاشون، یعنی همین 3 تا گوسفند و شتر و گاو اینها با نر مادهشون 8 تا میشن. از اینا هست قربانی مشروع. قربانی از اینا هست. ولی من از اسب کرد به عنوان قربانی، این جنسیت بدعت است. و همچنین بدعت در چه میشه؟ در قدر میشه، در اندازه. مثلا یک شخص آمد طهارت کرد و از بگیم در طهارت شستن انتهاش طریقه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله چه است؟ 3 بار است. ولی آمد 4 بار شست، 5 بار شست، 6 بار شست. این بدعت است. این بدعت در چی کرده؟ بدعت در قدر و اندازه کرده. ما حدیث داریم رسول صلی الله علیه و آله در مسند امام احمد و نسائی میاد که پیامبر فرمودن که 3 بار وضو گرفتن، طهارت کردن 3 بار، اعضاش شستن و فرمودن که من زاد علی ذلك فقد اساء و تعدى و ظلم. این حدیث است، حدیث صحیح است. کسی که اگر اضافه کرد بر همین قدر، به اندازه 3 بار اضافه کرده، به تحقیق گناهگار شده است و تعدى تجاوز کرده و ظلم و ظلم کرده در حق خودش، ظلم کرده است. به همین خاطر بله طهارت کردن 1 بار عضو شستن هم مثلا شستگی است، این هم صحیح درست است. 2 بارم طریقه مثلا 2 بار شستگی است، 3 بارم شستگی است. اما از 3 بار بالا مثلا همین حدیث گفتن که این چه است؟ این تجاوز است. به همین خاطر یعنی میگن بدعت در چی؟ بدعت در قدر اندازه. دیگر 4م صورتش بدعت در کیفیت. بدعت یک شخص انجام میدهد یک کار را بدعت در کیفیت میکند. بدعت در کیفیت به این معنی که مثلا شخص نماز میخواند پیش از این که رکوع بکند سجده میکند، این کیفیت و طریقه صفت صلات پیامبر صلی الله علیه و آله نیست. پس این مردود است. من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ای مردود. این نو قبول شدنی است، این قبول نیست، مردود است، باطل است عبادتش. پس باید اول به طریقه سنت پیامبر مثل که اول باید رکوع بکند بعد سجده بکند، نه که این شخص آمد اول سجده کرد بعد رکوع کرد. پس این بدعت در چی کرد؟ بدعت در کیفیت کرد. دیگر بدعت در زمانش، بدعت در زمان این چندم صورت 5م است که شخص آمد بدعت در زمان کرد. بچه گونه به این معنی که شخص آمد قربانی کرد قبل از خواندن نماز عید، این قربانیش قبول نیست، موافق شریعت نیست. پس چه است؟ این مردود است. آمد قربانی کرد زمانش او وقت نبود. زمان قربانی کردن چی است؟ در حدیث اتمیه که مثلا گفتن که او چی است؟ او یک لحم از گوشت است. یک نفر صحابه این کار کردن. یعنی معنی که قربانی قبول نیست. درست گوشت حرام نیست، گوشت حلال است. اما این که تو به صورت قربانی کردی، قربانی از تو حساب نمیخوره. پس قربانی این در زمان زمانش چه وقت است؟
زمانش نیست که بعد از نماز خواندن نماز عید است. اگر پیش از نماز عید اگر قربانی کرد این چیز مردود است، قربانیش قبول نیست. صورت ششمش بدعت در چی می شود؟ صورت ششم بدعت در مکان می شود. مثلا شخص اگر آمد اعتکاف نشست، در مدرسه نشست یا اینکه در خانه اعتکاف نشست، این مکان بدعت در مکان کرد. پس بدعت در کجا است؟ پس بگیم اعتکاف در کجا است؟ اعتکاف صحیح اعتکاف در مسجد می شود. اعتکاف در مدرسه، در خانه، این بدعت در مکان شده. این شش صورت در طریقه چی بدن؟ در طریقه صورت های بدعت بدن که این را باید بدانیم. دیگر اینکه یک سوال میاد که اگر شخص اعتکاف نشسته در غیر بگیم ماه مبارک رمضان، چون که اصل طریقه سنت نشستن اعتکاف در رمضان است، آیا اگر شخص آمد در غیر رمضان اعتکاف نشسته آیا میتونیم بگیم که این بدعت در زمان کرده؟ چون که زمانش نیست، زمانش باید در ماه مبارک رمضان باشه. بله اصل صورتش در رمضان است، ولی ما این را نمیتوانیم که بگیم که بدعت است، بلکه جایز است. به خاطر چی؟ به خاطر که در حدیث ما داریم که جناب عمر رضی الله عنه فرمودن که من در غیر پیش از اسلام من نظر کرده بودم آیا من میتونم که اعتکاف بشینم؟ نظر کرده بودم که اعتکاف نشینم. مثلا گفتن که بله رفتن اعتکاف نشستن، مثلا تقریرش کردن و جوازش دانستن. پس اعتکاف نشستن در غیر رمضان چه یک ساعت هم یک روز هم باشد، خصوصا کسی که کلمه نظرم کردگی باشد میتواند و این بدعت در زمان نمیشود. و دیگر صورت هایی که بیان کردیم اونها هستند که بدعت هستند در سبب و جنسیت و قدر و مکان و زمان. الله سبحانه و تعالی توفیق بده که بینها عمل کنیم. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله.